چند برای گفتن طاقت که میشود و یا گفتن ای دختر میکنیم چون میکنیمش سر کردن. طرفی همون همشیره شفقت گفت که شما دیدید که حقیقتا دختر است؟ گفت که ها دختر که باشد من 3 تا گفته جوابش داد. دختر است یا پسر؟ در تاجیکستان برخی از اویله‌های جوان حالا با تشکیل جندر پاتی یا مراسم مخصوص جنس طفلی را که انتظارند اعلان میکنند. در این مراسم با شکوه جفت جوان با شیوه‌های جالب از دختر یا پسر بودن طفل آینده خبر میدهند و خوشحالی میکنند. برای تاجیکستان این چیزی نو است، هرچند در کشور همان اویله‌ها یا افراد هم هستند که برای آنها تولد دختر نه همیشه مایه خوشحالی و افتخار است. امروز در همین باره صحبت میکنیم. من همین وقتی که تولد میشود بچه تولد شده بچه علاقه اوازی همون همشیره شفقتم دیگه خیلی میبرویم ای دختر تولد شده. سلام خواهر، درود به بینندگان گرامی این برنامه. در راستای روزی بین المللی دختران که همه ساله 11 اکتبر تجلیل می شود ما به این مسئله رو می آوریم که چرا در جامعه مرد سالار تاجیکستان تا هنوز اکثریت دختر را مال مردم می دانند و پسر را برتر می شمارند. برای مثال در بعضی خانواده ها که پی هم دختر تولد می شود اگر زندگیشان سخت باشد هم والدان تولد را بس نمی کنند. در برخی از خانواده های دیگر که پسر را انتظارند به دنیا آمدن دختر جنجال برمیخیزد و مادر چون گناهگار طعنه و ملامت میشنود و عذاب میکشد. کار تا جدایی هم میرسد. در این برنامه داستان یک زنی را داریم که صاحب 4 دختر نازنین است و میگوید یک سبب از هم پاشیدن عائله‌اش هم همین بود. فقط دختر میکنی کار خانه ما رو نمیکنی. فقط هم خیلی میگفت. فیروزه 4 ساله هنوز به دنیا نآمده بود که پدرش از مادر جدا شد. به نقل مادر طفل اگر به جای فیروزه پسر تولد میشد احتمالاً زندگی آنها رنگی دیگر داشت. شاید که ساز میشه زندگی ما بچه دار میشدیم. اما پسر نشد. به نقل هنگامه وقتی بار 4 بیستن و جنس طفل بطنش معلوم شد شوهر خواست اسقاط حمل کند. میگوید تا اون وقت هم مناقشه در عائله از جمله با سبب این نداشتن پسر زیاد بود اما بعد از آمدن فیروزه زندگی ویران شد. همین اوچش فقط میگفت کاری ما رو نمیکنه. دختر میکنی. همین هر یک بوده که کردگیم سود رفتم اومدم. همین سر میتیم میگه برا جواب تا داد میگه برا 3 طلاق نیم هم خیلی برا دیگه نیام میگه. همسایه‌ها چند بار گفتن که ما زندگی کنه خیا که شاید که بشه بچه کنه کی خشتمانم خطیشون گفت ای بچه نمیکنه فقط دختر میکنه. فیروز شوهر سابق هنگامه در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی ادعای زن را رد کرد و گفت سبب جدایی آنها نه تولد دختر بلکه جنجال‌های خانوادگی و رفتارهای هنگامه بود. وی که حالا همسر دیگر و پسر دارد گفت که به دخترانش هم کمک میکند. کلمه خواه که پسر داشته باشه دیگه که اوبا دادی خدای وای دستی من نه یکم کرمه نه دستی وای یکم کرمه سبب جلوشینی این نبود سبب جلوشینی اخلاق رفتار کردن خودش بود. فیروزه دختر 4 هنگامه به ادعای مادر تا هنوز سیمای پدر را ندیده است. شوهر سابق زن طفل را قبول ندارد چون به قول او بعد از جدایی آنها به دنیا آمده است. زن میگوید آماده است از راه آزمایش طبی ثابت کند که طفل از او است. دینکا همه چیز تیاره در سود همه چیز هسته باید بکنن گریخته گشته نمیکن. بعد جدایی مادر و فرزندانش یک مدت در خانه شوهر مسکون شدند اما مادر نتوانست با همسر نوی شوهر سابق یک جا بماند. حالا با 4 دختر در خانه مادر است و در یک نانوای خانه کار میکند. از آنکه پسر ندارد هیچ غمگین نیست ولی فقط در اندیشه آینده دخترانش است که با مادر خیش خانه خصوصی ندارند. در خانه مادرم نه برادر دارم و زن میگیرم که چون خیابون ما رفتی برای پولی نوای خونه کردن نمیشه 80 سنه میگیم باید تو خونه کردن نمیشه. چون این قصه ها کم نیستند. هرچند با باور کارشناسان سالهای اخیر نظر جامعه به این مسئله اندک تغییر یافته و پدران هم زیاد شدند که با دختران خود افتخار میکنند.
қабл аз он ки ба сабабу паёмадҳои тафаккури ба қавли духтарбезорӣ рӯ орем, меравем ба хиёбонҳои Душанбе ва мебинем ки мардум дар ин бора чӣ назар доранд. مردان هم خیلی پسر میخوان که یک خیلی دخترایی هستن که از 100 تا پسرها دا بالاترن باننگون و باناموسترن. پسر چه خیلی دختر میبرد شوهر کده میرد پسر خونه به مادرش نگاه میکنه پدرش نگاه میکنه. دخترها هستن که ای پسرم نقصر فایدهش میرسه به اویله. پسر اکو نقصه که مقصد کار میکنه پدر مادر نگاهبین میکنه. دختر پدر مادر دا مهمونند کلان میکنی بعد شوهر دا میبروره برای موقع بسیار ممکن پسر رو انتخاب کنه. طبیعت مردمی خودمون رو بگیریم با چه خاطر میخوان و اجدا او دیگه معمولا نیست که وقتی که دختر که کلان شد او از خونه میبره میره. وقتی که فرزند که پسر است او کلان که شد نگهبانی پدر و مادر میشد. او یک چیزی است که چیزی معمولی است و ایره انکار کردن نمیشد. وقتی که دختر که مثال با شوهر که برآمد و الکی اختیارش در دست نیست، در دست شوهر است و بسیار معمولا بسیار مردم زنای ما کار نمیکنن، یعنی که از اگر که کار هم کنن دیگر میگیم که منفعتشون به پدر مادر نمیرسه. به همین خاطر بسیار مردم ما میخوان که فرزندانشون فرزندشون خصوصا پسر باشد که پگه دستگیر او باشد، مثال خور نشون زار نشون، چون تعیین نیست معین نیست که فرد و دختر شوهرش یا خانواده شوهرش اجازت میتید که در روزهای سخت اومده او را دستی او را بگیرد. نظرها тавре мебинед гуногун аст, аммо ин фикр бештар садо медиҳад ки писар такягоҳи падару модар ва идомадиҳандаи насл аст. солҳои ахир дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳои зиёде нашр шуданд ки дар он рӯҳониён ва пизишкон ба ин мавзӯъ рӯ оварда дар посух ба саволи корбарон талош кардаанд бартарӣ гузоштан ба ҷинси тифл ки ба гуфтаи онҳо нишони камхирадист аз байн равад. ба гуфтаи табибон таваллуди духтар бештар ба падар вобаста аст ва дар умум набояд касеро гунаҳгор кард ки чаро айби ту буд ки духтар ё писар шуд. از نظر علمی اگر گیریم یگان راه قطعی برای تعیین جنسیت فرزند آینده یا کودکی در بطن بوده وجود ندارد و در حامله‌داری های طبیعی امکان تعیین جنسیت نیست. ما می توانیم احتمالش رو افزایش دهیم ولی تعیین جنسیت نمی توانیم بکنیم که مثلا با یک زن حامله‌دار بگوییم که با یک جفت بگوییم که ما می توانیم برایتان به نقشه گیریم تولد فرزند جنس دختر یا جنس پسر رو. ما می توانیم احتمالش رو افزایش دهیم ولی تعیین جنسیت نمی توانیم بکنیم. و در نطفه مرد شماره خروموسوم های X و Y برابر است. یعنی بارداری زمانی صورت می گیرد که یک تخم حجره مردانه با تخم حجره زنانه جفت می شود و تخم حجره های مردانه دارای خروموسوم های X و Y هستند و شماره این خروموسوم ها یعنی X و Y ها برابر است. بنابراین احتمال اینکه در یک لقاح سالم یا در یک جفت‌شوی سالم فرزند پسر یا دختر به وجود بیاید برابر است. ولی باز هم سبب دوم درجه حسابیدن دختر و بالاتر گذاشتن مقام پسر چیست؟ با این و سوالهای دیگر وابسته به تولد دختر از کارشناس مسائل زنان شاهصنم قره‌بویوا پاسخ پرسیدیم و معمولا با زنان و دختران نیازمند و آزاردیده کار میکند. این یکچند عامل ها دارد. یکی از عامل های اساسی این ندانستن سوادناکی کافی و یا فکر میکنن همین نویستن و خوندن نمیتونیم و همین ماده سواد است لیکن اوید اویله و اویله دوری ندارن سواد. دختر پسر شدن از همین از طرف تیپ گیریم از خودی مرد وابستگی دارن. من اکاز دکتر نیستم لیکن در هر حالت من برای من فهمش خود میخونم میبینم که فرزند همین پسر دختر شدن بسیار وقت از خودی همین پدر وابستگی دارد. اگه ما با بابامون میگفتن که وقتی که ما کشت کردیم مثلا گندم چاشیدیم گندم میگیریم، جو چاشیدیم جو میگیریم، من همین فرزندم از همین وابستگی دارد. لیکن بسیار وقتی که سواد ندارن، سواد کافی ندارن، نمیفهمن که دختر اگه تولد شد و یکم فرزند بود
دخترم این یک خدا بختی دختره جای نقص دیاد همین یاردمچی اساسی پدر و مادر دخترم شده میتواند. وقتی عقیده های ما هسته عقیده کهنه است که از دختر هیچ فایده نیست. شاهسنم یک مدت در پناهگاه زنان کار کرده است، جایی که زنانی به جای زیست مانده و خشونت دیده یک مدت آنجا سرپناه می‌یابند. از وی خواستیم از مشاهده های خود در این پناهگاه و صحبت با زنان بگوید که تا کجا چنین اندیشرانی یا برتری گذاری به جنس طفل در عائله ها زیاد است. من شاهد همین یک حالتی بودم که در همین توبتگاهی من ولایتی همه نگاه بودن که دخترک سوق سلامت تولد کنه. وقتی که همون همشیره شفقت برآمده گفت که هدیت شما نصیب صاحب فرزند نبیره شدید، من صاحب فرزند شدید، مرحمت هدیت دخترک گفت. وقتی که وای دخترک گفت همون شوهرش بود، دستکش بچه همین جوانی رفته طرف همون همشیره شفقت گفت که شما دیدید که حقیقتا دختر است؟ گفت که ها دختر که باشد من 3 تا گفته جوابش داد. و وقتی که 3 تا گفت پدر و مادری خودی همون جوان بود، پدر مادری دختر بود در اونجا با خشت برو بودن. و وقتی که وای گفت مادرش همین سخن مادرش شنیدم که ای پسرم این چیکاری کردگید بود؟ چیکار کرده موندی تو؟ دهنت جمع نکردی؟ گفته همه خیلی رفته به همون جوان قبید و در پساش همه خیلی زدن گرفت. من گپش دیگه گوش نکرد، مادرش هم گوش نکرد و بر اومده رفت. مادری همون جوان گریه کرده این چی شد؟ این چی سرسختی؟ گفته اومدن همه خیلی اعضای همون عائله ای دختر اعضای عائله پسر همه نمیدونن که خرسندی کنن، نمیدونن که گریه کنن. دخترک باشه در اونجا اکن از کجا تا نوید چه عذاب کشته تولد کرد. وقتی که من با اونها صحبت کردم در وقتی صحبت معلوم گشت که از دین بیگا ما همین دختر آوردیم، یکم تولدش بود، من از دین بیگا عذاب کشید. بیگای دیگر ساعت 5 بیگا بود که تولد کرد. سوال دیگر این بود که تا کدام حد باورهای قدیمه مثل اون که دختر مال مردم است سبب این بی‌عدالتی نسبت به زن می شود؟ عقیده کهنه شده از همین مونده تازه اومده ایستاده است. میگن که دختر سنگ فلخمونه، این کلمه است. سنگ فلخمون معنیش که سنگ پرتفته که جایی روه دختر همجا میروه همون میشود. وقتی که پسر باید در همین خانه باشد. لیکن من همین عقیده را دیگر کردنی هستم. برای چی بگیم که برای که من میخوام که همین میراث خود اول دختر باشد. چون که ما دختران خوندن نمیمونیم، کارکنی نمیمونیم، در آینده و یا زندگی سخت میبینن. و چون که میخونیم جا میکنیم با خونه کتی با همه چی کتی تامین میکنیم، لیکن دخترمون فکر نمیکنیم. ما در عیب است که باید دختر فکر نکنیم. این عقیده را شکستن لازم است. همین عقیده کهنه شده که باید گوییم که نه دختر مال مردم نیست، دختر فرزند ما است. در تجربه کاری شما هم بودند زنانی که محض نداشتن پسر یک سبب پاشخوری عائله‌شان شده باشد؟ دختره که بود که 5 تا دختر داشت، 5 تا دختر داشت. با همین 5 دختر تو هر سال دختر تولد کردی گفته هر روزی که وای اما هر سالی که وای یک تا تولد میکرد وای چقدر روزش روز تا روز سیاه شده، تلخ شده، زندگیش رفتن میگیره. یک از طرف شوهرش نه، از طرف همین اعضای عائله. یکی که وای بینو میاد با دختر تولد کرد. همین کلمه برای وای از همه بدترین کلمه بود. وقتی که وای 5مش تولد کرد جوابش دادم. یعنی می شود گفت که مردان باور ندارند که یک دختر یا زن نمیتواند از عهده تامین خود یا والدین پیر برآید؟ همین رفیقای همون دومار همنا مسخره میکنن که تو سست دهی من بچه دار نشدی دختر دار شده. لیکن باید ما پدر و مادر فرزندان رو شیطه فرماندن مادر که فرزند دخترم فرزند است، پسرم فرزند است. یعنی که خدا دادگی به خدا دادگی ها ما باید استیزه نکنیم. وای بچه ها میخندن، یه روز میخندن، 2 روز میخندن، 3م روز دهنشون که درد کرد بس میکنن. من همین حالت من شاید همین حالت یک چند بار من شدم که
جوره مثال یک جایه شده ای بود زنی تو دختر تولد کرد انا زنی من بچه تولد کرد انا گفته و یا در همون جمعه که باید میشنن جمعاتی که اونو میشنن همونجا تا باید شرمسار میکنن و خودش شرم میدارد و اداره کرده میتونه در اونجا چه اداره میکنه تو لیکن وقتی که از اون جمعات میبراید اومده همون گپ سخنوی کشیده است همه غربتش از همین اویلهش میگیره اگر تو با این دفعه مثلا آخران میگه اگر این دفعه دختر تولد کردی تو من کدی تو زندگی نمیکنم تو من در پیشی من جوره هم رفیقم شرمنده خودش سخن علاقه تاثیر میرسونه وقتی که باید تولد میکنه مثلا با زن شوهر زندگی خوب دارن لیکن گرد اطراف که گفتن ای نیستی کدی همی زند آدم یک تنی 10 تا گرفتن یک بچه کن که تا در آینده میراثخوار باشه و یا امی خیلی ما امی عقیده های کنترین داریم که میراثخوار باید حتما پسر باشد لیکن از جهت قانون گیریم از جهت قانون همین میراث دو تقسیم برابر میشن هم به دختر هم به پسر اینا ما فکر نمیکنیم فقط یک فکر داریم که باید ما یک میراثخوار داشتیم یا تابوت بردار داشته باشیم تابوت بردار خدا کنه فکر میکنیم لیکن خدا ما با همون روزا میرسیم لیکن همین تابوت بردار منوقع بسیاری میشود که همین خیلی میفرورن ما که درک نمیوید. خب و مشورت شما با اونهایی که همسر رو دختر زاییدی گفته طعنه میکنند چی است؟ من اویله را میدونم که 6 تا هفتمش تولد کرد دختر 6 تا دختر داشت باز تولد کرد هفتمش دختر و وقتی که با شوهرش هم جدا من گفتم تبریک شما فرزنددار شدین دختره گفتم 1000 بار شکر خدا دخترها ما عمری دراز کردن تنی ساعت یک خوشبختی من از یک دخترکش برآورد من 6 دخترک دیگر شازی هسته اویله که اونو خوشبختترین اویله هستن متشزنش یکون سخنوی قبیح نمیزنن این نصیبی من فرزند دخترم فرزند برای من به نظر تحلیلگران رفتار فرزند و مناسبت آیندهش با والدین نه از جنس او بلکه از تربیت و فضای وابسته است که او در آن به وای رسیده است. امیدواریم شما دختران و خواهران دوستدار خانواده های خود هستید و یا دختران و خواهران خوشبخت دارید. تشکر که تا این لحظه برنامه با ما بودید. درباره دیده و شنیده هایتان امروز زیر همین برنامه نظر خود را نویسید. اگر یگان پیشنهاد برای برنامه های آینده سلام خواهر هم دارید چی خوب ما انتظار